قطعه ادبی یا به هر حال شعری. آب روی خاک، تا آخرین چریک زمین بودی، پیام خلاصه خاک به خداوند، اشاره زمین به کهکشان‌های دوردست. حالا هر شب از اعماق آسمان ستاره‌ای نورانی نگران روستای کوچک در دره‌ای دور افتاده است. حالا هر شب در دهان آسمان پرستاره افغانستان تویی که سرزمینت را به نام کوچک صدا میزنی، تویی که دست به گونه‌های جنگلک میسایی و قصه میخوری برای ناکامان کشورت، از درواز تا زرنج، از ترغندی تا ترخم. عامر صاحب، این دره‌ها قد بلند تو را از یاد نخواهند برد و این آسمان عطر نگاه امیدوارت را بر هلیکوپترهای جنگی. این مردم تو را از یاد نمیبرند وقتی هر شب در آسمانشان میتابی و نگران این خاکی بر بلندای آسمان. عامر صاحب، چه بودی تو؟ جنگاوری محکوم، قهرمانی معصوم، درختی وحشی که تنها در آغوش صخره‌های پنج شیر میرویید، ماهی تنها در آسمان بی ستاره کشورت، یا دست خداحافظی خداوند برای دنیایی که تو را نشناخت، دستی که هنوز از لابلای ابرها تکان میخورد؟ چه بودی تو؟ باری هنوز جیهون وقتی که اندوه خود را از شانه‌های پامیر می‌سراید بر پایین دست، زمزمه‌های تو را بر شبانه‌های تخار و بدخشان و کندوز به ارمغان می‌آورد. هنوز در کوهستان‌های بدخشان هر فریادی در پژواک به نام تو بدل می‌شود. هر فریاد عدالت خواهانه‌ای که در کوهستان‌های افغانستان کشیده شود، کوه‌ها پاسخ خواهند داد: احمد شاه مسعود. آه ای گلهای بی پرستار استالوف، ای انگورهای ناتمام پقمان، ای بتهای مجروح بامیان، ای جنگلهای غارت شده نورستان، ای هرات، ای قندهار، ای قریه های یتیم شده شمالی و ای پنج شیر شهید داده. شعرم مرهمی باد بر زخمهای بی پایانتان، دستمالی برای ستردن باران اشکهایتان در غم فراق الافزاری انبوه که از شما دریغ شد، در اندوه پیاله آب که به لبهایتان نرسید، پیاله آب که آتش کینه ها و تزویرها و حسادت ها تبخیرش کرد. اکنون بندرگاه افغانستان به انتظار کشتی بزرگی که به ناگاه دریای خود را ترک کرد همچنان سیاه پوش است، در اندوه نامی که همه پرندگان زمین تا قیامت تکرارش می کنند، در اندوه عبور مردی غریب که برای التیام همه ناکامی های این خاک ظهور کرد و خود را آتش زد تا افغانستان در زمستان تاریخ یخ نزند، خود را آتش زد تا در شبهای تاریک کابل خانه های عاشقان و عارفان روشن بماند، سوخت تا گرگ ها در پتوی شب به دریدن کودکانتان سر نرسند، سوخت خاکستر شد تا نقشه افغانستان در اطلس های جهان با آتش فرید نسوزد. آه مسعود، بدون تو حتی تلفظ نام افغانستان در حنجره جهان سخت است. بدون تو حتی تلفظ نام افغانستان در حنجره جهان سخت است. بدون تو افغانستان بغضی می شود در گلویم و پنج شیر قطره اشکی کلان در چشمم. عامر صاحب، من برگشتم، صدایم کن. من برگشتم، صدایم کن تا همراهت به سنگر شفق در بندر آی خانم بروید. تانک ها منتظرند. عبدالودود از آن میگوید و دشت یگیقلا و بندر آی خانم چشم انتظار وضوی شما پیر میشوند. عامر صاحب، من برگشتم، اما پس از سالها سفر به سرزمین جنگ زدت اکنون افغانستان را بدون شما نمیتوانم بشناسم. مسعود پاک، مسعود بزرگ، پلنگ تنها در ازدحام و همه کفتاران جهان، این کشور صدای تو را کم دارد.
و این تلویزیون ها تصویر پرحرارتت را با آن کلاه افسانه‌ای. حالا انبوه خبرنگاران منتظرند تا عاصم سهیل جویبال کلامت را برایشان ترجمه کند. وقتی به آسمان میگری و با دهانی که از قلبت گشوده شده است صادقانه میگویی و اینها را باز به تاریخ و آخرت موکول میکنیم و تاریخ قضاوت خواهد کرد. این جمله‌ای بود که عامر صاحب در مصاحبه برای اون سریال گفتن. اینکه تعدادی چی فکر میکنن و تعدادی چی فکر میکنن مربوط به خودشان است و در ارتباط با این مسائل دیگه این مربوط به آخرت و قضاوت تاریخ و قضاوت مردم خواهد بود. این میگذاریم با آینده که سرش تاریخ باشین و قضاوت خواهد کرد. مگر هدف ما بازم تکرار میکنیم که جز دفاع از افغانستان، دفاع از اسلام، دفاع از مردم مظلوم ما چیزی دیگه نبود. و تاریخ قضاوت کرد. تاریخ در دادگاهی به طولانی همه رودخانه های افغانستان قضاوت کرد و دریاها و سنگرهای روزهای افغانستان به پاکی تو شهادت دادند. کبوتران افغانستان به پاکی تو شهادت دادند و خاک، این خاک منتظر جنگ زده قضاوت کرد. عامر صاحب، من باز به میهمانی آمده هم. یادتان هست مرا به بهار 5 شیر دعوت کردید؟ حالا پاییز از راه میرسد. حالا چه کسی به جمشید بگوید جعفریان صاحب را تا مقصد با چرخوال ببرید به تکلیف نشود؟ حالا چه کسی به مهربانی شما در دوربین من نگاه کند و بخندد؟ حالا برای چه کسی شعر بخوانم؟ برای چه کسی دلتنگی هایم را قصه کنم؟ عامر صاحب، من برگشتم با کوله باری از خاطرات بارانی شما، با عشقی که تمام جانم را فتح کرده است. من که روزنامه نگاری تنهایم و آواره، از بوسنی تا کشمیر، از تاجیکستان تا کوزوو، من از تمام جهان به میهمانی جزیره مهربانی شما آمدم تا در خانه معلم نعیم من منتظر ملاقاتتان بمانم. آمدم تا مثل شبهای خواجه بهاءالدین کمی فکاهه بگوییم و بخندیم. اما چرا همه گریه می کنند؟ من دلم برای صدایتان تنگ شده است. آمدم باز غمهایتان را بشنوم، دغدغه‌هایتان را بشنوم. عامر صاحب، 3000 کیلومتر راه آمدم، چرا وقت ملاقات به من نمی دهید؟ حالا صوفی مجید با دنبوره هر روزش در رخه غمی بزرگ را می‌خواند. نعمت خدا نازل در هوای پنشیر است. حالا افغانستان آزاد شده است، دانشگاه ها باز شدند و فرزندان شما در سرتاسر افغانستان به مدرسه می روند. حالا صدای انفجارها فروکش کرده و آوای اذان از گلدسته ها شنیده می شود. عامر صاحب، دلم برایتان تنگ شده است. عامر صاحب، دلم برایتان تنگ شده است. در کوچه های کابل می چرخم و به عکس های امیدوارتان بر چهارراه ها سلام می کنم. به عکس های شما که با شادی مردم لبخند میزنند و غرور افغانستان را تکثیر میکنند. چقدر خیابانهای زخمی این شهر مرهم صدای شما را کم دارد. عامر صاحب، چقدر جایتان خالی است.